حمد به حد مر خدای پاک را، آنکه جان بخشید مشت خاک را. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامتی، رحمت، برکت الله را به همه شما خواهان هستیم. امروز در مهمانی خود علیشیر سیفالدین را دعوت کردگی هستیم. یعنی برادری که با ما چندین نشیدها خوندگی هست. شاید که بسیاری از نشیدهای ما بخبر باشند. در شبکه‌مون هست. منی قرآن ادب است، چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را. آیت همگی منی قرآن ادب است. شمس تبریز خاموش کن تو ای پیر خدا، انوری سروی همه شمعی شبستان ادب است. انشاءالله ما با برادر یک تصمیم گرفتگی هستیم. یک اقدام خوبی هست که این هم برای دولت خودمون هست انشاءالله. یعنی وطن را در کل جهان معرفی کردن. این با دستگیری ما و شما می شود. شما هم که ما رو دستگیری کردین انشاءالله خوب، دستگیری هم که نکردین در حق ما با دعا باشین. ما تصمیم گرفتیم با آن همین برادر علیشیر سیفالدین جان یعنی نشیدخوانی کنیم با چند لفظ، با چند زبان، با تاجیکی، روسی، انگلیسی، عربی، ترکی و چند زبان دیگر انشاءالله حرکت میکنیم که با سطح عالی، مثال مثل سمی یوسف، ماهر زین، میشری رشیدی که کل جهان در اینها را فکر میکنیم که میشناسن. ما هم حرکت کنیم انشاءالله که برای دولت خود را، برای وطن خود را معرفی کردن است. برای همین پیشرفت ما و شما است انشاءالله. برادرمون یگان سخن داشته باشیم. مرحمت. اولا سلام خود را به همه ابونچیون شبکه صدای امید میرسونم. خدا کند که همیشه ما و شما سربلندانه در همین سرزمین بهشت آسا همچنانی که هست زندگانی کنیم. دوستان گرامی، چه خیلی که همه شما میبینید در شبکه‌های اینترنتی بعضا سرودهای پهن میشوند که متاسفانه ما و شما اونها رو تماشا میکنیم و بعضی ما و شما اونها رو لایک هم میگذاریم که این سرودها نه برای پیشرفت جامعه فایده آور هستند و نه سواد کسی رو زیاد بکنند. ما با امید جان تصمیم گرفتیم که از اشعار گذشتگان، از اشعار بزرگان خود غزل‌های را انتخاب کنیم که به درد جامعه خورد. غزل‌های را انتخاب کنیم که به یک کس فایده بخش باشد که وقتی که یگان بیننده یا یگان خواننده خوب ادبیات تاجیک وقتی در گفتگوی غزل‌های زیادی هست، وقتی این غزل‌هایی که ما می‌خوانیم بعضی این غزل‌ها در یگان جا نشر شدگی نیست و یگان سراینده، یگان قاری‌ها هم نیست این غزل‌ها رو خواندگی نیستند. ما وقتی این غزل‌ها رو می‌خوانیم با دیگر دوستداران و شوقمندان ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک هم نیز یک فایده همه رسد و آنها تصمیم میگیرند که باز زیادتر غزل زیاد کنند، زیادتر به خواندن کتاب‌ها مشغول شوند و از اشعار گذشتگان و بزرگان فارس و تاجیک خودمان با خبر باشند. آن دو تیغ کشید که ما به دل افتادیم، بنده به غیرتو از خود پشیمانیم خدا. ما توکل بر تو داریم ای خدای متکل، رحم کن بر حال ما که ما گناهکاریم خدا. ما غریب و بینوا. و این سرودهای تربیوی که ما میخونیم این میتواند که به نسل جوان، به نسل آینده ما یک فایده هم رساند. چون که اگر که در جامعه ویدیوهایی که کس را به راههای مثال یگان فایده بخش نمیبرد هستند، ویدیوهایی هستند که مثال شعرهایی هستند که یگان معنای و مضمون ندارن، همین بعضی اونها را که گوش میکنن میخندن. این چی را نشون میدهد؟ بسعودی مردم را نشون میدهد که بسیاری ها همه ویدیوهایی که در یگان جا فایده ندارد اونها را لایک میگذارند. بگذار در جامعه حاضره تاجیکستان ویدیوهایی نشر شوند که تربیوی باشند و به نسل جامعه ما یک فایده خود را رساند که سرزمین بهشت آسای ما باز مثل هر روزه
пешрафт карда истоданд. فیغان کنان درایم من از دری مدینه فیغان کنان درایم من از دری مدینه آهستی دل برارم به خود شوم زی مستی تیران کنم به هر سو برو بری مدینه در خاکی کی گل به خار می روید در این باغ ملال بلبلان از دغدغه زاغ هر گل در پهلویش خار دارد هر یک بلبل پهلویش زاغ دارد همین سبب در تمام دولت هست سرودهایی هست که نه منفیت دارد نه معنا دارد نه مضمون دارد و هست با شخصیت هایی که سرودهای تربیوی سرودهایی که در اونجا میسرویند نشیدهایی میخونند که برای نسل نورس فایده‌ناک هستند لیکن من فکر میکنم در تاجیکستان ما خیلی کم هستند خیلی کم است همین سبب ما تصمیم گرفتگی هستیم که با همین برادر نشیدهای سرویم در همینجا که برای نسل نورس فایده‌ناک باشد از اونجا یک پند بگیرد دو زغر و راهزن نشود ما امروز ها گفتیم این برادر ما نظر میکنیم بعضی سرودهایشون انسان شهوانی میکند باور میکنیم با خواب و خیز رفتگی است حتی بعضی سرودهاشون یک طرز گپزنی بعضی همین ارتیست ها بعضی از همین پریکولیست ها بگیم بسیار سخنهای ناجا و نالازمی را گفته استودند که برای نسل نورس بسیار ضرر دارد امروز ها ما و شما دیده استودیم بعضی همین در نوارشون کودکا را هم گرفته استودند و در همونجا چی گپ‌های بی‌شرم و بی‌حیاگی میگن همون کودک از همونجا چی تربیه میگیرد چی میآموزد همین ما و شما را اگر چیزی را که خواندن در سرمان همون میآموزیم مثل در مکتب اگر ما و شما ادبیات درس دیدن متمتیک را یاد نمیگیریم ادبیات یاد میگیریم همونجا هم که همون را که نشونش میتین همون را یاد میگیرد همین ارتیستا بگیم از همه اکتیورا بگیم خواهش میکنیم احتیاط بکنید در سخنرانی خود وقتی سخنرانی میکنید لااقل که فایده‌تون نمیرسد حرکت کنید ضررتون هم نرسد شما نمیدونید اما یک سخن انسان میتونه که با تمام راهها بکشونه با یک سخن میتونه که انسان از تمام راههای بعد برگردوند خب اگه ما برادرای عزیز تصمیم ما همینه که فقط تربیوی میشود خب از برادر ما خواهش میکنیم با آواز زنده یک نشیده بخونه خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است آدم از عالم الویست شرفی جان ادب است یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی با ادب باش که خاصیت انسان ادب است با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است جانم فدای نامی پیغمبری مدینه قربانی تاری موی آن سروری مدینه قربانی تاری موی آن سروری مدینه یا رب چی روز گردد این دولتم میسر یا رب چی روز گردد این دولتم میسر فیغان کنان درآیم من از دری مدینه فیغان کنان درآیم من از دری مدینه چرا ما این کار را دست گرفته ایم و ما چگونه غزل ها میخونیم در وصف وطن
مادر، غریبی، پدر، پیغمبر خدا، دنیا، همه اینها برای آداب است، تربیوی است. انشاءالله هر چیزی که میخونیم مردم دوستداری وطن شود، دوستداری پدر و مادر شود، دوستداری دین اسلام شود، دوستداری خدا و رسول شود، بشناسند. انشاءالله نیت ما تنها آن همین است و دیگر نیت ما همین است که بازم وطن ما را در کل جهان بشناسند، معرفی شود. چون از ما بسیار شخصیت های بزرگ گذشتگی هست و شخصیت ها در کل جهان معرفی شدگی هستند. به مثال امام اعظم امام بخاری که کتابش بعد از قرآن یکم جا هسته، یعنی که در جهان کتابش در دوم جا قرار دارد، یکم قرآن، دوم صحیح بخاری هست. و ابو علی ابن سینا که تمام دنیا را میشناسند و این گونه بسیار هستند. انشاءالله ما حرکت میکنیم که باز هم همان سرگذشت بزرگا را رو بزنیم تا مردم باز هم بشناسنشون که همین گونه شخصیت ها از همین وطن برآمدگی هستند. تاجیک بدن. خوب برادرای عزیز، این هم بود اقدام ما. خداوند نگهبانتان باشد. در امان الله.